سلام و درود بکس جنگ یوتیوب. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون جیم پلاس. پابجی باز این چند روزا دوباره کلا لودینگه و وارد بازی نمیشه. امروز اومدیم با یه راه حل خیلی ساده و بسیار کاربردی و رجستری بالا و پینگ پایین. اول از همه بریم یه تست پینگ بگیریم ببینیم آیا پینگش خوبه و ارزش عوض شدن به اون رو داره یا نه. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روی آل بذارید که هر وقتی ما ویدیو جدیدی منتشر کردیم شما اولین نفری باشید که ویدیو رو میبینید. بچه‌ها بریم یه تست پینگ بگیریم. بچه‌ها پینگ برای من که الان 20 هستش ولی دیگه برای من خیلی قویه، ولی اونو ول کنید. ولی کلا برای مثلا شما و نت عادی از 50 نه از 30 هم حتی شروع میشه تا 60 اینا. بیایم بیرون یه پینگ واقعی هم نشونتون بدیم. پینگ 30 تا 100 اینا میره. خیلی رجستر بالایی هم داره. حالا من گوشیم یکم ضعیفه نمیتونستم TDM پلی بدم و بریم یکم بازی کنیم. پینگ الان 110 ولی داخل بازی خیلی کمترم میاد، حتی 30 تا 60 اینا دیگه وسطاشه و میانگینشه. بیشتر از این وقتتون رو نگیرم، بدون معطلی بریم برای مشکل لودینگ. بچه‌ها برای حل مشکل لودینگ بازی و وارد شدن به بازی ما نیاز به یه دونه برنامه داریم که اسمش گیم DNS هستش و اگه برنامه مد شده و کامل مانند من رو میخوای وارد تلگرام ما میشی، وارد چنل ما یعنی جیم پلاس DNS میشید. اسمش هم تغییر دادیم، یه DNS بهش اضافه کردیم، گمش نکنید. میایم وقتی وارد شدیم بخش سرچ ها جستجو رو میزنیم، گیم DNS رو سرچ میکنید، خودش میاره. اینجا نصب و دانلودش میکنید. وقتی دانلود و نصبش کردیم میایم بیرون وارد برنامه میشیم یعنی گیم DNS. اینجا ما وقتی وارد میشیم و اولین بار نصب و دانلودش میکنی یه بخش خودش همین که میزنی میاره بالا و اگرم عقب داری نمیدونی کار میکنه برات یه بار میزنیم و این بالا نوتیفیکیشنش میاد، یکم میاریمش پایین تر روی DNS ها میزنیم و به این بخش میاد. اینجا چند تا نسخه فری، سرورهای فری و پرو داره یعنی پولی. ما نسخه‌ای که داخل تلگراممون گذاشتیم لینکش هم داخل توضیحات ویدیو و دیسکریپشن میذارم. برید روی آن کلیک کنید، مستقیم روی برنامه میاره. اینجا ما چند تا سرور داریم، چند تاش فری و چند تاش پرو. فری ها رو که اصلا بیخیال شید، ولی ای پرو هم اگه پولیه ولی ما اصلا نمیخوام پولی کار کنیم و کلا رایگان جلو میریم. برای همین میگم داخل تلگراممون دانلودش کنید. وقتی دانلود کردیم میایم پایین چند تا سرور داره، هم برای کالاف، برای کلاش، برای پابجی، برای فوتبال، برای هر چیزی بخوای مثلا سرور مشخص به اون برنامه رو میخواد. و الان ما که پابجی موبایل رو میخوایم و میخوام لود کنه بازی رو، باید گیم DNS 2 پابجی موبایل رو پیدا کنیم و روش بزنیم. اینجا وقتی زدیم پرو خودش بالا میاره بدون هیچ هزینه ای. بچه‌ها همین که دانلودش و نصبش کردین همینطور که گفتم میایید بخش DNS ها و روی گیم 2 DNS پابجی موبایل رو بزنید. بدون هیچ مشکلی میتونید وارد بازیتون بشید و از بازی کردنتون لذت ببرید. خب یه خواهش ریزی که دارم ازتون اینه که ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و لایک ها رو حداقل به 20 تا برسونید. خیلی کمک کردید و یه سابریزم بزنید. خیلی دمتونم گرمه. فعلا خدا نگهدارتون تا یه ویدیو بمب دیگه.